أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقتا بخیر. قرار وعده امروز اگر خواست خداوند باشه در رابطه با دو موضوع امروز شما صحبت می داشته باشیم. یک موضوع انتخاب رشته است، یک بسیار مهم. یک موضوع انتخاب رشته است و موضوع دومی که ما شما در رابطه با صحبت میکنیم یک چند نکته مهم در رابطه با امتحان است. امتحان کنکور، امتحان سرنوشت ساز. یک چند نکته لازم است که در رابطه با این داشته باشیم و یکی هم موضوع انتخاب رشته. در این انتخاب رشته ما طریقه انتخاب رشته را براتون میگم که شما وقتی در کنکور میرین در اونم 5 دانه انتخاب باید چی ها را بگیرین، کدام رشته ها را بگیرین، کدام اول بگیرین، کدام دوم بگیرین، به چی ترتیب. و لازم یک کمی هم معلومات درباره بعضی رشته ها، درباره بعضی از رشته هایی که شما شاید معلومات نداشته باشین، در رابطه با اونها هم کمی معلومات میتونم براتون و یک چند نکته هم در رابطه با امتحان. اول این موضوعش شروع میکنیم. این موضوع مهمتر است، حیاتی تر است. این نکات شما نوت میگیرین. شما یک ورق یا قلم می داشته باشین، این نکات نوت میگیرین. یک 12 نکته است نوت گرفته میشه و حداقل تا امتحان روز یک بار تکرار میشه، روز 2 بار تکرار میشه، یک 4-5 بار همین روز تکرارش کنید. یک چند نکته است. این نکاتی است که همه ساله تمام شاگردایی که آماده امتحان میشن و میرن بخیر به طرف امتحان، این نکات امروزشان شریک میکنیم. اینا باید در نظر گرفته شوند. مختصر نوشته میکنیم. ما اونم اختصارش اینجا نوشته میکنم، شکل مختصرش نوشته میکنم. شما باز تشریحاتش متوجه میباشین و ضرور نیست که کل گپایش نوشته کنین. خب، نکات مهم در مورد امتحان کنکور. این نکات باید هر کسی که میخواد امتحان بده، چی امتحان عمومی میده، چی امتحان متفرقه میده، چی امتحان اختصاصی از مدارس فارغ شده، چی امتحان علوم دینی که از مدارس فارغ شده و اختصاصی که از انستا فارغ شده، هر کسی که امتحان میده باید چند نکته را در نظر بگیرد. نکته اولین نکته مدیریت روزهای نزدیک امتحان است. این روزها باید مدیریت شوند. میشه بگوییم که این روزهای نزدیک به امتحان اینمیا مهمترین روزهای امتحان هم هستند و بر بعضیا خدای نخواسته بدترین روزها هم میباشند. اگر مدیریتش کنین بهترین روزها میشه، ولی خدای نخواسته اگر مدیریت نکنین گراوت شو از پیشتون، اینمی خدای نخواسته باز بدترین روزها خواهد شد. هدف از مدیریت چیست؟ در این روز، در این نزدیکای امتحان یک چند موضوع در وجود شما اضافه میشه، یک چند موضوع از وجود شما کم میشه، یعنی در حالتها و در خوی خاصیت ها نگفا. یکی از او اینه مسئله تکرار درس‌ها، خواندن درس‌ها. نزدیک امتحان که میشه، امتحان ذاتاً یک استرس داره همراه خودش، یک بار تشویش داره همراه خودش، کلگی را مشوش میسازه. خدا کنه امتحان بسیار عادی باشه، یک امتحان بسیار پیش پا افتاده تا امتحان بسیار مهم مثل کنکور. ایرا وقتی ما درک کردیم که کلگی از این تشویش می داشته باشه که ما وقتی رفتیم امتحان کنکور دادیم فکر میکردیم امتحان دور کنکوری تشویش می باشه خلاص، ولی وقتی رفتیم امتحان بعد از امتحان کنکور امتحان ماستری دادیم، در اونجا می تشویش اکتوال می داشته باشیم هم داشتیم. در حالی که حالت فرق میکنه، موضوعات فرق میکنه، عناوین فرق میکنه، کل گپا فرق میکنه، اما امروز کل اونم موضوعات امتحان یک تشویش خود داره. او تشویش آدم باید مدیریت کنه، او را آدم باید سرش حاکم شود. خب راههای مدیریتش من میگم که چی کارا باید کنین، ولی اساسی ترین گپش این نیست
که خودتان که خود قناعت نکنین، خودتان که تشویش خود کم نکنین، کسی از بیرون بخواد به زور سر شما تشویش کم کنه به هیچ صورت امکان نداره. نکته اولی نیست. تشویش چی وقت کلان میشه؟ وقتی شما سرش حساب کرده برین، هر چیز زیاد حساب کرده برین اونم قدر کلان شده میره، زیاد حساب کرده برین کلان شده میره. چی وقت تشویش از بین میره؟ وقتی نقصش نباشه. یک پادی امتحان است، چیزی که تقدیر ماست. خیلی خوب است که ما شما مسلمان هستیم و اعتقاد داریم به خداوند و به تقدیر. چیزی که تقدیر ماست شده نیست. اگر هم کامیابی در تقدیر ماست شده نیست، ناکامی در تقدیر ماست قبولش باید بکنیم، مجبور هستیم قبول کنیم، راهی نیست. گپ سوم درس‌ها باید تکرار شود تا امتحان کنکور. تقریبا نزدیک 12-13 روز به امتحانتان مانده. 12-13 روز خیلی زیاد است. درس‌ها باید تکرار شود، تکرار باید ادامه پیدا کنند. اینطور نشه که امتحان آمد شما خود از دست بتین که حالا خلاص شد دیگه، درس‌ها رو اونم که خوان نبودیم اونم قصد زیاد نمیشه، 10 روز چیز 15 روز چیز. اما گپی که من اول گفتم براتون، این روزهای نزدیک امتحان بسیار مهم است. یکی از دلایلی که زیاد مهم است که در این روزهای نزدیک شما درس تکرار میکنین، این تکرار زیاد به درتان میخوره در کنکور. نسبت به اون تکراری که تو 4 ماه پیش داشتی، نسبت به تکراری که 5 ماه پیش داشتی، یعنی تکرار نزدیک امتحان خیلی به درد میخوره. چون میفهمین مغز ما فرآیندش نمیست که یک چیزایی را که تو حفظ میکنی در داخلشون یک چیزایی را احساس فراموش شده میره، چیزایی را که تازه در مغز میندازی اینا جابجا میشن، اون چیزایی را قبلا حفظ کرده بودی احساس فراموش شده میره. در این نزدیکی امتحان که تو تکرار میکنی اینا در مغز تازه میمانن، زیاد به دردت میخوره. ولی تکرار درس ها مدیریت شود. خب اینطور نشه که شما بخواید درس تکرار کنین بسیار جزئی تکرار کنید. نه تکرار جزئی نه، تکرار بسیار مختصر، تکرار بسیار کوتاه قسمی تکرار کنید که به کل چیز رسیدگی کرده بتانه. ریاضی را میشه مثلا فرمولارش تکرار کرده برین، فرمولای مهمش را مطمئن هستم شما بیرون کشیدین تکرار کرده برین. اگر بیرون نکشیدین مثالایی که ستاره کشیدین براتون در صنف مثالایی که نشانی کردین و فرمولا تکرار اینم ریاضی را اگر شما به این طریقی که من میگم انجام بدین نصف روز را بر نمیگیره. مثلثات در 1 ساعت شما کلش تکرار میکنین، اندازه در نیم ساعت در 1 ساعت کلش تکرار میکنین. گپ خوشحال میفهمین. تکرار ادامه می داشته باشه، ولی چه رقم تکرار مختصر، نه تکرار بسیار جزئی، تکرار بسیار مفصل، اقسم نه بسیار مختصر. گپ یک روز 2 روز قبل از امتحان است، گپ شب امتحان است. شب امتحان بسیار شب جالب می باشه. خب یک حس جالب می داشته باشه آدم. اون حس باعث میشه که آدم همون هورمونا و انزایم‌های داخلی بدن به یک شکل افراز شود، ظاهرا آدم هیجانی باشه. آدمی که هیجانی می باشه خوب نرمال خوابش نمیبره، یک حالت که غیر نرمال می داشته باشه. شب امتحان وقت بخوابین. روز امتحان کنکور میگم، روز امتحان کنکور بدبختانه و متاسفانه در بین یک تعداد زیاد جوانای رقم عادت است که یا نماز هیچ نمیخوانند یا اگر هم نماز میخوانند بعد از نماز دوباره استراحت میکنند. ما شما تایم صبح درس داشتیم، تنها شما را نمیگم، این نمیگم معمول است. خب عام است، کسایی که کدام مسئولیت خاص نداشته باشند همین رقم هستند. دیگر روزا هر رقمی که بودن، یعنی روز امتحان هر رقمی که شما وقت بخیزین، از خواب میگم وقت بخیزین، روز امتحان وقتتر بخیزین. اگر احیانا حس میکنین که خودتان خیزتن نمیتونین یک کاری کنین، یک کسی را وظیفه بدین، مادر را وظیفه بدین، پدر را وظیفه بدین، همشیره، برادر، هر کسی که حس میکنین همین نفر میتونه، حتی اگر لازم است 2 نفر را جریان بانین، 3 نفر را جریان بانین. روز امتحان وقتتر بخیزین. به خاطر روز امتحان شما زیاد کار نداشته باشین. یکی از کارهای مهمتون رفتن به طرف امتحان است. شما را اگر گفته بودن که 7 بجه بیاید، شما کوشش کنید اونجا 7 بجه نه 6 و نیم بجه خدا برسانید. اگر گفته بودن که شما 6 بجه بیاید، کوشش کنید اونجا 5 و نیم بجه خدا برسانید. روزی که تو میری طرف امتحان، اصلا کل روزا ما شما در ایجادا و در ترانسپورت و در موتر مشکل داریم. روزی که در امتحان میری میفهمی چند نفر طرف امتحان رفته روان است. اینمی چیزی جوانی که در این ناحیه 17 است رفته روان است طرف امتحان، در ناحیه 11 است رفته روان است طرف امتحان، ناحیه 15 است طرف امتحان، کلگی طرف پنتون. ممکن موتر یافت نشن، حتی شاید تاکسی یافت نشن، مثالش میگم اگر نیتر نمیشه، هر چقدر باشه موتر زیاد است، ولی کلی گپار آدم پیش بین باشه. نشه خدای نخواسته شما به خاطر یک 5 دقیقه خواب اضافه اونجا نوقت برسه، این گپ نباشه.
وقتر میخیزین و هر وقتی را که به شما تعیین کردن شما از او زودتر حرکت میکنین. شماره 6 پیش از اینکه شما حرکت کنین روز امتحان، پیش از حرکت کردن یک وسایل را چک کنین. هدف از وسایل اونمو چیزایی که نیاز است به بردن امرویتان به امتحان اونا چی ها هستن من لیستش میکنم. اینمی را شما چک کنین. چک میکنین چی که یک کار دیگه کنین. یک کسی را وظیفه بتین، مادر را وظیفه میتین، پدر را وظیفه میتین، یک کسی را وظیفه بتین که او چک کنه. میفهمین چی میگم؟ او چک کنه که این وسایل تو امروز داری یا نداری، چی داره باید داشته باشیم. من اینجا داشتش میکنم براتون. اولین چیز اونم کارت امتحان است که از طریق نکات براتون توضیح شده. گپ دومی که باید داشته باشین، گپ اول کارت بود. گپ دومی که باید داشته باشین تذکره است. تذکره تابعیت. امروز اونم تذکره که بعضی دو تا تذکره دارن، یک تذکره کاغذی دارن، یک تذکره الکترونیکی. امروز اونم تذکره که فرم پر کردی، امروز اونم تذکره که روز بایومتریک میری خود بایومتریک میکنی، امروز اونم تذکره باید به امتحان حاضر شوی، همون تذکره باید باشه پیشت. کپیش قبول نیست. تذکره الکترونیکی اگر فرم پر کردی کاغذی قبول نیست، کاغذی اگر پر کردی الکترونیکی قبول نیست. هر چیزی که پر کردی اگر احیانا تذکره نیست باز میشه پاسپورت بگیرین. امرویتان اگر کس پاسپورت داره که ممکن میگه بسیار کم به بین شما باشه، ممکن در بیرون مرزی های گپ زیاد مطرح باشه. دو تا موضوع شد. موضوع سوم، گپ سومی که باید حتما امرویتان داشته باشید مسئله قلم است. قلم‌های استاندارد که ما شما بارها در امتحان یادآوری کردیم. چی بوده قلم‌های استاندارد؟ توش دلار میگین یا هر کمپانی دیگه میگین 03 یا 05. از همین دو دانه یکیش باشن. قلم استاندارد کوشش کنین به خاطر احتیاط. یگان مسئله را که زیاد ترسنده باشه ازش همینطور میشه. از این قلم چند دانه داشته باشید. میفهمید چی میگم؟ اگر یک تا قلم به امتحان کار است تو 3 تا ببر، امروز 2 تا ببر. قلم اضافه ببرین کس کارتون نداره. ورق نمیمونن امروز تو خب ورق چتل نویس اجازه نیست ببرین، ولی قلم هر چقدر میبرین مشکل نیست. 2 رنگ میبرین 3 رنگ میبرین مشکل نیست. قلم هم او قلم استاندارد می داشته باشید، هم یک دانه پنسل می داشته باشید. امروز پنسل پاک این امروز تام می داشته باشید. اونجا اینطور است. خب به شما یک دانه کتابچه امتحان میتن. این کتابچه امتحان تو باز میکنید. به اینی روی سوال چاپ شده. اینی پشت ورق خالی است. به اینی پشت ورق شما سوالا را حل کرده میرید. تو سوالا میگیری حل میکنی. حل که کردی جواب پیدا کردی باز بیا به اینجا نشانی کو. مثل که اینجا امتحان میتی به اینجا نشانی کو. اینی را کوشش کنین امروز پنسل نشانی کنین. و نشانی کردن هم دیگه نباید نیاز باشه ما بگویم براتون چی رقم نشانی کنین. خودتون میفهمین. در این روزا ما کلیداری بعضی بشارت میبینم. اینجا سوال اول باز جواب اول، جواب دوم، جواب سوم، جواب چهارم. اینجا سوال دوم جواب اول، جواب دوم، جواب سوم، جواب چهارم. اینا بعضیا خدایارشان یک قسم خط دارن که این تو حلقه میکنن. سوالا خود زیاد دور نیست دیگه، نزدیک است. این تو حلقه میکنن یا این قسم حلقه میکنن. اون رو دیگه خودتون میفهمین. این طور همه که بعضی بچه‌ها رو میبینیم بسیار وسواسی هستن. ما اینطور اینجا نوشته از جواب دوم میگیرن. نه پسر زحمت میکشن. این طور هم نه. اما که وقت هم کم مصرف شده و اشتباه امروز قبلیش نشه، امروز بعدیش نشه، امروز بالایی هم نشه. نشانی میکنن. خود باز پسانتر یک سلسله گپای دیگه درباره کتابچه سوالات داریم. چیزایی که ضرورت بود قلم استاندارد توش بود، قلم پنسل بود، پنسل پاک بود. پنسل پاک باز چی میکنین؟ ممکن یگان جای اشتباه شوه یا ممکن شما وقتی میبینید جای حل سوالات کم است نیاز شده که شما حل سوالات را پاک کنید. شما پیش از اینکه شروع کنید به حل سوالات یک ببینید که چقدر جای خالی دارید. فرم استاندارد این قسم است که این تو کتابچه میباشه، یک طرفش نوشته است یک طرفش نوشته نیست. باز فکرتون باشه که در این بخش غیر ساینسیش هم پشتش چیز نوشته نیست. خب در اون رقم کار گرفته میتونه. او را در نظر داشته باشید. یکی دوم پنسل دیگه چی به درد میخورم. شما می سوالا را که خوانده رفتین، من مطمئن هستم که دیگه شما این کارا رو در این امتحانا مد نظر میگیرید. سوالا خوانده رفتین، یگان سوالا را که فکر میکنین جواب شاید ندارین، دو زیاد نپیچید، زیاد خود بند نکنین. خب این باعث میشه که وقت مصرف شوه، خسته هم شوید. وقت اگر چون خوب شده چقدر وقت میدن؟ 4 ساعت. خستگی از کار مهمتر است. تو 4 ساعت مانده که برای یک روز وقت بدن
تو اگر خود خسته کنی باز امروز هم سوالات خلاص نمیشه. خسته نکنین خدا. سوالی را که دیدین نمیتونین، از هم یک بار دو بار که شد دیدین که نتونستین، یک نشانی کنین پیشش. یک کاری نکنین. یگان دانه اگر امکانش هست چرا نیست؟ یگان دانه کاکائو یا چاکلیت هم امروزتان ببرین. ایره ببرین. خب دستان امتحان باشه خوب است. به اینمی کسایی که سخنرانی میکنن اکثریت چه دیده باشین که سخنرانی میکنن، شروع سخنرانی خود امروز خوردن یک شباب شروع میکنن. به نظر تان دلیل چیست؟ نه تشنگی نیست. به هیچ صورت تشنگی نیست. اینمی آب تو گرفتن و بالا کردن خوردن این تاثیر این مردم از بین بردن است. خب یک راز است. این را شما میگم. خب دستان امتحان اگر آب باشه امروز این یگان خوردنی چاکلیت میبرین، کاکائو میبرین، هر چی میبرین، این را کس منع کردن نمیتونه. خب هیچ که نشد بگوید من تکلیف ندارم، مشکل میماند، این یگان تقلب میتون میتین. این را ببرین امروزتان. یک خوبی از این نیست که در جریان امتحان آدم بخورد سر راحت میباشه. خوبی دیگهش اگر یک تعداد دبایتان نخواد قدرش کم باشه. خوبی دیگه چیست که تو هر وقت کاب میخوری دیگه این تاثیر امتحان یک مقدار بالای کم میشه. یک چیز عادی در نظرت میاد، عادی است. تا وقتی که رسانه امتحان برین تشویش امتحان است. خب در اونجا که رفتیم کتابچه را کار دیگه ایست دیگه یک چیز عادی است. ولی به شرط گپای رقمی به نظر بگیریم، آرامش حفظ کنین. خب اگر آرامش حفظ نکنین سوال یادداشتگی تان غلط میکنین، کلید اشتباه میکنین، مثل که بعضی امیال به اینجا میکنن. خب این وسایلی بود که نیاز از امتحان ببرین. باز چیکار میکنین؟ همین چیزی را زیاد تاکید کنن یگان وقت اون باز یگان وقت از پیش آدم غلط میشه. خب ما به خاطر سر خودتان زیاد تاکید نمیکنم که خودتان چک کنین که از پیشتان غلط نشه. یک نفر وظیفه بتین. همین کسی را که امروزتان میبرین امتحان، یا مثلا در فامیل هر کسی که شما که میرین دیگه من یک دعای پدر مادر خو میگیرین، تو خو نمیشه که پوت گلا برایین. اگر چه اقتدار گپ اولی اینه نیست. به مثال امتحان که شما شیشتین کتابچه را باز کردین، اول خود کوشش میکنین امروز محیط خود آرام عادی بسازین. خب استادی که امتحان میگیره، بچه‌ای که امروزتان شیشتن، شاید در صنف امتحان بتین که صنفیایتان باشه کلش خیلی خوب است. ممکن در صنف امتحان بتین کجا صنفیایتان نباشه، هدف ما صنفی مکتب شاید دیگه مردم باشه. امروزشون خود راحت میسازین. تو کتابچه را توضیح میکنی، از اون نفر پرسان میکنی، کمی امروز قصه میکنی، امروز پروفایل گپ میزنی، امروز گپ زدن نه به خاطر جمع کردن معلومات، نه به خاطر نقل کردن، به خاطر راحت ساختن، عادی شدن موضوع که آمدیم یک امتحان میتیم ببینیم چی میشه. اما عادی راحت میسازین. خودم گپ هفتم این نیست، راحت ساختن امروز محیط. خب محیط امتحان هدف است. بعد از این گپ نه، بعد از این گپ هشتمی که باید دستان امتحان به نظر بگیریم، وقتی این کتابچه را توضیح میکنن هم استادا، اکثریت استادا در اینمی شروع توضیح کردن کتابچه یک تعداد نشانی میکنن. این گپ هم میفهمین چی میگم، یک رمز از بین از اونم با اینم کتابچه را توضیح کردن، اینمی رو تشخیص میکنن که کی در جریان شاید بی‌نظمی کنه، کی نخواد بی‌نظمی کنه. به مخاطر خیلی زیاد کوشش میکنن که امی راهنمایی های اونمو ناظر در نظر بگیرین. میفهمین چی میگم؟ چیزی که میگم همون طور بکنین، او به نقصتون نمیگه. خب یکی از گپایی که میگم میارتان من نگفتیم کتابچه را باز نکنین باز. اوکی گپ کن یک دقیقه اگر پیشتر آدم باز کنه چی فایده میکنه؟ چیز فایده نداره. خب یک گپش همیست. گپ دومیش است که هر چیزه در بخشش کار کنین، در وقتش کار کنین. 43 سوال اول ریاضیات است. 43 سوال مثلا 50 دقیقه براتون وقت میده یا شاید وقت 1 ساعت براتون وقت میده. در این 1 ساعت میگه ریاضیات حل خلاص همین کارو بکن. این ریاضیات خوب یک 5 تا 4 تا از سر تا آخرش کوشش کرده خوب خلاص کردی. یک 10 دقیقه وقت برای رساندن نکلی در نظر بگی. ریاضیات خوب خلاص کردی برسانش نکلی او همونطور میگه برات. همین کارو بکن، نقص نمیکنی. که بازگری کارو نکنین خدای نخواسته و امروز تنخیر شده اونمو هم صلاحیت داره که کلیپ تا نبگیره نوشته کنه نقل. یک کار کنین که شماره سوال دیده برین، شماره سوال دیده شود. امی هر سوالت میرسانی سوال شمارهش ببین، برو جوابش ببین، بیای جواب برسان. سوال شمارهش ببین، جواب برسان. فهمیدین؟ یکیست، گپ دومیست تا که خلاص نکردین، تا که بخش خلاص نکردین. هدف بخشه، خب امی بخشه در کلیپ نرسانه.
این راه حل اینمی مشکل است. شما فهمیدین من چی گفتم؟ تا که اینمی سوالای سفید مطلقاً خلاص نکردین، در کلید نرسانین، هر رقمی که میشه اونم بگویم امیال برتان. نکته دهم اونم میگم، امی طریقه حل کردن سوالایی که یاد ندارین چیست؟ گفته باشم دستان فیگان بار برتان. از روش غلط به درست استفاده کنین. قانونی باید اشتباه بگوییم، خب جالبش بسازین که یادتان نره. از روش غلط به درست استفاده کنین. سوال میخوانم، سوال وقتی خواندم جوابش نمیفهمم، 4 جوابم که دیدم نفهمیدم کدام از جوابش، باز چیکار میکنین؟ جواب درست که نمیفهمین، نظر به می سوال خیلی کدام از 4 جواب اشتباه است. سوالا را که میسازن اگر کسی استاندارد سوال ساخته باشه اینطور هم نمیسازه که تو از سوالا حتما از جوابا حتما به جواب برسی، و اینطور هم نمیکنه که در جواباتو مزفزف شوی. گپ خو میفهمین؟ اینطور نمیکنه که سوال تولد از باشه 1961 در یک جواب آورده باشه 1961 در دیگه 1962 در دیگه 1960. این حق ندارن. کدام دانش گفتن نمیتونن، به خاطر یک کاری باید بکنن که رقابت ایجاد شود، نه سخت شود، ولی در کل سوالای کارا نمیکنن. در اکثریت سوالا یعنی تکنیکی که من گفتم صدق میکنن. چی بوده این تکنیک؟ چیکار میکنین؟ در سوالای غیر ساینسی معمولا جواب که نفهمیدین، سوال خواندین جواب نفهمیدین، میرین جوابای درست پیدا کردن نتونستین، غلط پیدا کردن میرین. تو بگو از 4 دانه جواب که من یک دانه غلط پیدا کنم، اینا رو بگم از بین 3 دانه اتفاقی یکی را انتخاب کنم. تو احتمالات خواندی، احتمالی که درست انتخاب کرده باشی چقدر است؟ 30%، یک بر 33%، یک بر 3. اگر 2 تا اشتباه را پیدا کرده باشی که نیم اشتباه است، 50% احتمال داره که درست انتخاب کنی. وقتی اگر قلم هم تو بندازی نال کدامش میاد بالای کدامش، احتمالی که درست انتخاب کنی زیاد میشه. فهمیدین گپ مرا؟ از این تکنیک استفاده میکنید. گپ بعدی شما خواهید دستان امتحان هستین دیگه. گپ بعدی که دستان امتحان باید در نظر بگیریم، شما در شماره ده گفتین از روش غلط به درست استفاده میکنین. گپ بعدی این سوال درست بخوانید. بسیار گپ مهم که در اینمی امتحانا ما اکثریت هم میبینیم به این مشکل برمیخورن، سوال درست نمیخوانن. اکثریت سوالا همین سرنوشتش در آخرش تشخیص میشه، معلوم میشه. شما سوال میخوانید، سرنوشت سوال در آخرش تعیین میشه. اونجا میگفته باشن هست، میگفته باشن نیست. کدام یک از جوابات زیل از جمله فرزندان احمد شاه بابا اینمی هست اگر باشه، دیگه چیز از جوابش نیست اگر باشه دیگه چیز. به خاطر که شما را فریب داده باشن، اکثرا وقتی میگن کدام یک از جوابات زیل فرزندان احمد شاه بابا، معمولا ما مثبت بین هستیم. چی تصور میکنیم؟ هست. جواب اول هم میورده باشن تیمور شاه، ما جواب اول انتخاب میکنیم، در حالی که در آخر نگفتن است، گفتن. این خیلی مهم است، این را در نظر بگیرید. سوال درست خوانده شود. گپ 11م این اگر تا بالا هم در نظر میگرفتیم، به خاطر این گپی هم که من میگم حداقل یک کمک دیگه هم در نظر بگیریم. فهمیدین گپ مرا؟ این گپی که میگن نصف حل سوال فهمیدن سوال است، این گپ بجای نیست. شما به یکی رسیده باشین. خب گپ 11م بود. بعد از گپ 11م گپ شماره 12م شما دستان امتحان هستین. گپ دیگه که باید دستان امتحان در نظر بگیریم او ندیدن 4 جواب است. چی معنا میتن؟ کوشش کنین که این سوال خصوصا به غیر ساینسی اگر زیاد مطرح است، همین سوالا که میخواندین کوشش کنین 4 جوابش در اول نبینین، حتی در جریان خواندن هم نبینین. مغز آدمو بسیار خاصیت خراب داره. خب چیزی را که سابق دیده باشه یا حفظ کرده باشه، اونم که پاول بخواه یادآوری کنه. من یک نفر بسیار سابق دیده بودم، یک نفر اول ما دیدم، او را دیدم که در سر جلو موتر است، رفتر آوان است. امی اولین چیزی را که مغز میبینه اونو را زیاد ترجیح میده. من کم ببینم چی تو تصور میکنم کدام وقتی دریور بوده مثلا. نفهمیدین چی میگم؟ یک نفر ما میبینم دکاندار است که میبینم در ذهن میاد که سابق میره کدام جای دیدیم کمی دفعتاً ببینم در ذهن میاد که دکاندار است. گپ شماره 14 مدیریت زمان است. این مدیریت زمان چی مانا؟
در سوال ریاضی من امروز یک سوال مواجه شدم، شروع کردم به حلش، در یک دفعه جواب نداد، 3 دقیقه وقت گرفت، میرم بار دیگه حلش میکنم، باز 3 دقیقه وقت میگیره، جمع چند دقیقه شد؟ بخی اگر خدا کنه در 6 دقیقه تو جواب از او را پیدا هم کنی، او به دردت نمیخوره، از او که او را تیر شد. بانش با آخر وقت مان بیا سرش، نمان بانش بخی. حالا خب وقت از زیاد کردن، دوره قبل از شما دوره ما امتحان دادیم، وقت یک مشکل بسیار کلان بود، خیلی چالش کلان بود. اکثریت در سوال ریاضی در یک دانه سوالش 10 دقیقه وقت مصرف میکردن، در آخر 10 دانه سوال غیر ساینسی میموند از پیششان. تو خب میفهمی که سوال ریاضی و غیر ساینسی نمرش فرق نداره، فقط یک ضریب اون در صورتی که یک سوال از زیاد مردم اشتباه کرده باشه، خدا کنه از ریاضی باشه یا ریاضی بخش بوده باشه، او را نمرش میبرن بلند، غیر از اون فرق نداره، نمرات کلش یک برابر است. از 10 دقیقه را سر یک سوال کرده که او خدا داند به جوابش میرسی یا نمیرسی، خوب است که 10 سوال بگیری. از این 10 سوالات من 5 سوال شخص درست حل میکنی، 6 سوال شخص درست حل میکنی. 6 سوال آدم نمرش بگیره خوب است یا 1 سوال نمرش بگیره خوب است؟ معلوم دار 6 سوال. مدیریت زمان اوجا استادا کمکتان میکنن. یک دفعه فکرتان باشه، خب همین حیاتی که نظارت میکنن، او حیات اکثریتش تصورش طور است که اینا نمیفهمند درباره امتحان کنکور، او خبر نداره که توی قدر زحمت کشیدی به خاطر امتحان کنکور. اکثریتش دیدگاهش طور است که اینا بی سواداست، کلش کسایی هستن که از مکتب آمدن به اینجا به خاطر امتحان، اینا نمیفهمند چی رقم نشانی کنن، چی رقم انتخاب کنن، چی وقت ریاضی حل کنن، چی وقت فیزیک حل کنن، اینا میگن نمیفهمند. شما خب میفهمین، ولی دیدگاه از او را احترام کنین. به نقص هم نمیگن. او چی میگن؟ میگن در وقت ریاضی را حل کن، نرو به بخش غیر ساینسی. معیار رشته نیست، خب معیار پوهنتون هم نیست، ولایت هم نیست. در انتخاب رشته معیار نمره شما است. در انتخاب رشته معیار نمره شماست. یعنی هدف می که شما وقتی شما انتخاب میکنین، نه به اساس پانتون انتخاب کنین، نه به اساس رشته انتخاب کنین، نه به اساس شهر، به اساس فقط به اساس چی انتخاب میکنین؟ نمره. شما امتحان آزمایشی دارین، خیلی زیاد امتحان آزمایشی دارین. در این امتحان آزمایشی در کلش شاید عین نمره را نگرفته باشین، هیچ امکان نداره در کلش یک نمره را گرفته باشین. در یکیش یک مقدار بالاتر رفتین، در یکیش یک مقدار پایینتر آمدین، در یکیش خوب بوده، در یکیش بدلتان نبوده. اینا نوع خوبش در نظر میگیرین، نوع بدش در نظر میگیرین. کدام نمره را در نظر میگیرین؟ همون اوسط در نظر میگیرین. اوسط نمرات شما مثلا میشه 300 نمره، مثالش میگم، اوسط نمراتتان میشه 300 نمره. این از شروع میشه انتخاباتتان. تجربه نشان دادن، خصوصا بین 2 سال 3 سال دوره امارات، سال قبل میگه خیلی ملموس بود. تجربه نشان دادم که از البته امتحانات بخشکی نه، امتحانات عمومی، از امتحان عمومی که بین آموزشگاه میتین، از این که اکثرا در کنکور نمره‌تان یک کمکی بلندتر میباشه. این تجربه همینطور نشان داده. چند دلیل داره. یک دلیلش است که ایتو تصوری که شما دارین از فرم امتحان و از سوالای امتحان اونقدر پیچیده نیست. یکیش است. دلیل دومش است که بعضی از سوالایی را که شما حل میکرده باشین، اونی را ضریب میداده باشن، نمرهش یک کمکی بلند میبرده باشن. هیچ کسی نیست در کنکور 360 سوال حل کنه. خب اولا میره در کلیتان جای بتین. هیچ کسی 360 سوال باشین 160 سوال حل نمیکنن. نکرده تا بال. خیلی نفر یک سال قبل 359 نمره گرفت. چی رقم بود؟ این 359 نمره به این معنا نیست که این 160 سوال حل کرده، حتی شاید 158 عمل نکرده باشه، شاید 157 عمل کرده باشه یا نکرده باشه. فقط چی اتفاق افتیده؟ اونو سوالای را کمی آدم حل کرده، اونو سوالا را دیگرها حل نکردن، باز دیگرها که حل نکردن نمره اونو سوالا میتن ضریب به مقدار زیاد نیست که شما فکر میکنین یک دو چند نیست، اونطور نیست. 1.005 1.2 1.3 یعنی تا ضریب میتن درش. تو بگو اگر 10 نمره داشته باشه یک سوال، او را که 1.2 چند 2 ساعت چقدر میشه نمرش؟ 10 به 2 بسیار کم تغییر میکنه. در 2.25 که شما پیدا کنین هر سوال خواهد چقدر نمره دارن؟
2.25 یک ضرب 1.2 کنید ممکن شود 2.4 بسیار کم تغییر میکنه. خب شما انتخابتان از کجا شروع میکنین؟ از اوسط نمرات. از اوسط نمرات هم باز تجربه نشان داده که نمرتون به کنکور اکثرا کمکی بلندتر می باشد. شما 10 الی 20 نمره حق دارین نمرتون بلندتر فرض کنین. چی مانم؟ اوسط نمراتون چند درآمد؟ 300. خیمه از 300 نه بلکه از 320 شروع میکنم انتخابای من. اینی شد انتخاب اولم. میرم یک رشته را پیدا میکنم که پایین ترین نمرش باشه 320. اما جدول را که ما براتون دادیم به او بلندترین نمره هم است پایین ترین نمره هم است. کدامش مدار اعتبار است؟ پایین ترینش. ضرور نیست که حتما بلندترین رو بگیریم که شما را به او اجازه بدن. بگیرین خوب است ولی حداقل نمره پایینش هم که بگیرین شما را به رشته اجازه میدن. رشته را پیدا میکنیم که نمرش پایین ترین نمرش چقدر باشه؟ 320. این شد انتخاب اولم. اینا میرم به انتخاب دوم. به انتخاب دوم نمره را میارم پایین تر. 10 الی 20 نمره. 20 پورا نمیگم. خود 10 الی 20 نمره به خاطر فکس 20 نمره خورشته ها فرق نداره. 10 الی 20 نمره تفاوت میتین. من انتخاب دوم تانا پیدا میکنین. انتخاب دوم چند نمره شد؟ رشته که پایین ترین نمرش 300 نمره است. میرم به انتخاب سوم. به انتخاب سوم نیم یعنی مقدار تفاوت میتونیش یعنی کم میسود یا زیاد. گوش کن. تو یک انتخاب گرفتی انتخاب بسیار بلند. امتحان دادی نمرت به اونمون نرسید. در حال به اون که نرسید خیلی نمرت باید به انتخاب دوم برسه. انتخاب دوم خیلی از انتخاب اول که باید یک مقدار پایین تر باشه. خب من امتحان دادم نمره خدای نخواسته مثلا دمی انتخاب دوم نرسید. یعنی خیلی سوم چی رقم باید باشه؟ از دوم که پایین تر باشه که به او برسه. اگر هم به او نرسید پایین تر باشه که به چهارم برسه. خب انتخاب سوم خیلی چند نمره میشه تقریبی؟ 280. صحیح. من رشته رو پیدا میکنم مهم نیست از کدام پانتون پیدا میکنی. بعضی ها تو شایعه را پراگنده کردن که در یک پانتون زیاد انتخاب نکنین. بعضی ها تو شایعه را پراگنده کردن که در یک پانزه دو تا دیپارتمنت انتخاب نکنین. این گپ ناق است. در این یک پانزه 5 تا دیپارتمنت دارم یا 5 تا انتخاب کو ولی ترتیب رعایت کن. نمره انتخاب اول باید پایین ترینش بلندتر باشه. دوم از اون کلا پایین تر، سوم از اون کلا، چهارم در این ترتیب. خب انتخاب سوم چند نمره شد؟ 280. میرم انتخاب چهارم. انتخاب چهارم باز اینا قیمت تفاوتش میتون به چند برسه؟ انتخاب چهارم 260 نمره و بالاخره به آخر میرسم انتخاب پنجم. انتخاب پنجم به چند میرسه؟ 240 نمره. 240 نمره. سوی تفاوت نشم. تو فکر نکنید که رشته 240 نمره‌ای هم خواندنی است. بله. همین اینا من دلم بود امسال چاپ نکنم. به خاطر یک تعداد غلط فهمی میشه برشان. خب تو فکر میکنن که خیلی این نمرات کنکور امسال است. یا سال که تو امتحان میتی نیست. یا از اون سال قبل است. میفهمین چی میگم؟ یا از اون سال است. پارسال مثلا بچه‌ها امتحان داده بودن، گرفته بودن مثلا 301 نمره. مثلا در 301 نمره به اینا فارمسی را نداده بود. اگر نداده بود فکر کنید نداده بود. بازی اومده بود میفهمه در جدول 301 نمره سال به من ندادن. یا از این سال نیست. از سال بعد، از سال قبل است. از تو وقتی امتحان دادی نتایج اعلان شد، دیتابیسش برآمد، باز از تو اون وقت معلوم میشه پایین ترین نمره رشته تان چند است. خب اینایی که از سال قبل است خیلی چرا استفاده کنم؟ تقریبی مشابه به این نمره سال بعدن. تقریبی طب رشته اول است، سال بعد هم که ببینید طب رشته اول می باشه. سوم رشته دوم است. مثالش میگم رشته دوم می باشه. یک رشته مثل در هنرهای زیبا علم میفهم وار اسمم کردن فکر میکنم یک چیز مجسمه سازی بود، یک تا دیگر موسیقی بود. اینا هم رشته پایین است. سالهای دیگه هم اونا رشته پایین می باشن. همین طویل. خب انتخاب پنجم هم شد. گپی که باید در نظر بگیرید این نیست. من انتخاب دوم چند نمره باید باشن؟ 300. ولی فکر باشن شرط نیست حتما بری یک رشته را پیدا کنی که 300 شود. 300 شود خیلی خوب است. نشد یک 2 نمره، 3 نمره، حتی تا 5 نمره، تا 10 نمره اگر تا بالا باشه که نیست. فهمیدین چی گفتم؟
300 پورا یافت نمیشه، 302 یافت میشه، 303 یافت میشه، 301 یافت میشه، 304 یافت میشه، بگیرش مشکل نداره. اگر 300 پورا نمیشه 299 خو میشه، 298 297 بگیرش مشکل نداره. ولی تفاوت عمومی فراموشت نشه. به خاطر اینکه آسان گپ ما بفهمیم این رشته اول آخرتان از 80 نمره نباید کم تفاوت داشته باشه. یک نیمت کلانکاری میکنن، خب میان انیار پاین انتخاب خدا رشته بسیار بلند میگیرن، باز نتایج که اعلان شد خدای نخواسته اینا به نتیجه اعلان شدن. امروز 300 نمره نفر به نتیجه اعلان شدن، امروز 290 نمره نفر به نتیجه اعلان شدن. تو که هیچ انتخاب نکنی اداره امتحانات حق نداره در انتخابات تو دست بزنه تو را چیزی بده، حق نداره. تو اگر انتخابات چیزی بود که 300 نمره دو برابر میامد، خدا کنه روانشناسی باشه، خدا کنه ادبیات میتونه، اگر تو انتخابی کرده باشی که این نمره دو هیچ کدومش برابر نمیاد کلا نوشته میکنه به نتیجه، خدا کنه هر چقدر نمره گرفته باشی. یک نفر نمره اوسطش 300 نشد، نمره اوسطش شد 280، باید آدم واقعی بین باشه، فرا نداره. یک نفر نمره اوسطش 280 نشد، تو بالا کرد پایین کرد محاسبه کرد از 250 نمره زیاد نشد، خیر است. خیر اوسط نمرات از او چند شد؟ 250. بازو از چند شروع کنه انتخابم؟ 270. کسایی که اوسط نمراتتان پایین است میرین نمره را بالاتر میگیرین، باز تفاوت زیاد بتین. از 20 نمره هیچ صورت کم تفاوت نتین. انتخاب اول چند؟ 270. انتخاب دوم چند؟ 250. سوم چند؟ 230. چهارم چند؟ 210. پنجم چند؟ 190. هست رشته. خب شما تشویش نداشته باشین. سال قبل رشته انجینری تا 190 نمره داده بودن. انجینری حداقل هر رشته که باشه نامش که انجینر باشه صحیح دیگه میارن. شما بچه‌های ولایت نیستین که نمیفهم، شاید یک نفر دو نفر داشته باشیم از درخشان بودن از کجا بودن، اونا باز میشه کار دیگه هم کنن. خود بین این انتخابای خود یک انتخاب مثلا یا سوم یا دوم یک انتخاب خود از سهمیه ولایتون بگیرن. سهمیه ولایت چی رقم است انتخابش؟ شما که رسانه امتحان رفتین باز یک ورقه میتن کد نمبرای اون ولایت است. مثلا بدخشان به طب یک نفر، در بدخشان است امتحان میتی، به انجینری یک نفر سهمیه داره، به فارمسی یک نفر سهمیه داره. از این میو یکش انتخاب کو، اونم کد نمبر شویجا بزن، اونم میفهمن که تو طب سهمیه بدخشان انتخاب کردی. این میره 20 نفر انتخاب کرده بوده می سهمیه بدخشان طبشه، در بین این 20 نفر هر کسی که نمره بلند گرفته باشه این سهمیه بدخشان به اون میدن. یکی از انتخاباتون اونمو بگیرین، ولی شما خب ولایت نیستین دیگه. و یکی هم به وطندارای کوچی ما یک سهمیه دادن، کسایی که در پر کردن فرم ملیت خود کوچی نوشته کردن به اونم همین سهمیه است. بعد از این بریم بالای معرفی رشته ها. معرفی رشته ها وقت نمان، استادم یک چند کلمه امروزتان گپ دارم درباره رشته که شما میخوایم بگویم ما معلومات میتونم براتون. کامپیوتر ساینس، بله کامپیوتر ساینس کامپیوتر ساینس اینی دیپارتمنتاش هست. اینا دیپارتمنت های کامپیوتر ساینس هست. اول خود کامپیوتر ساینس هم در پانتون پلیتکنیک داریم، هم در استاد ربانی داریم، هم در پانتون کابل. در پانتون پلیتکنیک و استاد ربانی نمرش پایینتر است، در پانتون کابل نمرش بلندتر است. در بازار صنعت که زیاد معتبر است از پانتون کابل معتبر است. در ساحه کار که زیاد حاکمیت می داشته باشند از پانتون پلیتکنیک حاکمیت می داشته باشند. در ساحه یاد داشتن که پس بخواین یاد بتن زیاد معتبر است پانتون استاد ربانی است. اگر میخواین از این کامپیوتر ساینسی که خواندین استفاده کنین، برین ربات بسازین، برین پلیتکنیک بخوانین. اگر میخواین در جایی که سند نشان میتین معتبر معلوم شده از کلش کرده قابل بخوانین، و اگر هم میخواین پس کامپیوتر درس بتین برین استاد ربانی بخوانین. بلندترین کابل است، پایینترین نمره را میگم استاد ربانی. یک گپ دیگه عمومی در بین این 4 دانه دیپارتمنت کامپیوتر ساینس کدامش خوبش است؟ همون یک نمره بلند داره. خوبش میفهمین به اساس چیست؟ فعلا در افغانستان تخصصگرایی نشده خب که به اساس تخصص تو را جذب کنن، به اساس بازار کار است. به انجینری کدامش خوب انجینری است؟ صفت چی خوبی داره؟ اون خوبیش اینه نیست که تو میتونی بری باعث انجینر برق هم کار کنی، باعث انجینر سرک هم کار کنی، باعث مهندس هم کار کنی، باعث هر چیز.
این خوبیش است. خب در کامپیوتر اینا رو باز به خاطر نمره انجینری سیول رفتم بالا. در دیگه کشورها انجینری سیول بلند نیست نمرش، اصلا در بین کل رشته ها یک سال یک درجه بندی شده بود، رنکینگ شده بود، فکر میکنم سال 2018 بود، مشکل ترین رشته مهندسی را گفته بودن در بین انجینری ها. اصلا در کل رشته ها مهندسی که است تلفیق علم و هنر است. یک مقدار باید فرمول محاسبه یاد داشته باشی، یک مقدار دیگه باید هنرمند باشی، کلید کار کنه، یک چیز پیچیده است. خب در دیپارتمنت های کامپیوتر ساینس کدامش خوبش است؟ نمره بلند چی خوبی دارن؟ در بازار کار زیادی یافت میشن، دیگه کدام خوبی ندارن. من معلومات میتونم براتون، انجینری نرم افزار شما سافتور میسازین. در این روزا بازار ساختن سافتور زیاد گرم است، سافتور میسازین. سافتور انواع مختلف داره دیگه، این وورد آفیس که خودش یک سافتور است، آنتی ویروس که میسازین خودش یک سافتور است. خلاصه کدام سافتور رو دارین در کامپیوتر؟ اونمون رو این مردم هم میسازن، البته اگر تخصص داشته باشن در تکنولوژی معلوماتی. یک چیز به نام آیتی شنیدین؟ کل ادارات یک کارمند آیتی داره. یا آیتی وظیفه اصلیش چیست؟ این چیزی که امروز تکنولوژی معلوماتی ارتباط داره، این باید درباره‌شون معلومات داشته باشه، خراب شود جور کرده بتونه، اگر یک کاری باشه از این کار گرفته بتونه. کارمندای آیتی این کامپیوتر و کامera و تلفن و موبایل و اینترنت و این گپا یک اداره را مدیریت میکنن، اداره میکنن. این بازار کارش بد نیست. در از این دیگه چی داریم؟ سیستم‌های معلوماتی. چیز به نام دیتابیس میشناسید؟ دیتابیس که تقریبا حاله کل اداره دیتابیس داره، اداره دولتی کلش دیتابیس داره. این از ما که دیتابیس داریم دیگه دیگرها بیخی باید داشته باشن. این ساختن دیتابیس و استفاده از دیتابیس به خاطر چی استفاده میشه؟ جمع‌آوری معلومات، انالایز معلومات، نتیجه را ارائه کردن و نگهداری معلومات. شما در اداره احصایه اگر رفته باشین، معلومات شما جمع شد، در چی جمع شده ای؟ در یک دیتابیس. او دیتابیس اول ساخته شد، اینا رو یک مسئول 6 تا معلومات شما رو به دیتابیس میندازه، اونم به دیتابیس خوانده باشه و اونم معلومات شما رو نگاه میکنه، هر وقتی هم خواسته باشین پس هم معلومات هم میکشه براتون. دیتابیس بعد از این دیگه کدام دیپارتمنت شو داریم؟ همه قدر بودن. دیتابیس بود، تکنولوژی معلوماتی بود، دیگهش انجینری نرم افزار. باز در پانتون تکنیک نمای کمک تفاوت داره. خب بسیار کم تفاوت داره ولی کلیاتش نمیشه داشت. دیگه کدام رشته؟ انجینری را میگم براتون، حقوق هم میگم، اقتصاد هم تیسیز میگم، خلاص میشه. گوش کن. انجینری اینی دیپارتمنتاش هست، سیول است، برق است، مکانیک است، مهندسی است و انرژی. چند تا میشه؟ 5 تا. یک تا دیگه مال اضافه شده به کد نمبر جدید است به نام توسعه شهری. در پانتون پلیتکنیک نام شهرسازی است. 6 تا میشن. سیول وظیفه‌اش یعنی دیوار ساختمان از چی جور شود، چتش از چی جور شود، چقدر سیخ بیفته در داخلش، سیخش چند ملی باشه، اینو چیکار کنیم که در مقابل 8 درجه زلزله مقاومت کنه، چیکار کنیم که در مقابل باد مقاومت کنه، در مقابل طوفان مقاومت کنه، چیکار کنیم که عمر ساختمان شود 200 سال. ساختمان عمر داره. کار انجینری سیولی نمیست. خوبیش نیست که اینا دسترسی در مهندسی هم دارن، در نقشه هم دسترسی دارن، در برق هم یک سمستر میخوانن دسترسی دارن، در سرک هم یک سمستر میخوانن. به اون خاطر باز اینا دوم دسترسی دارن، کارهای ازوار هم میکنن در افغانستان. در جهان باز کسی اجازه نمیده کار کنی، در جهان طور نیست. به اون خاطر است که انواع انرژی رو در جغرافی صنف 11 خواندین، انرژی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر. سرینمیان مطالعه و تحقیق میکنن افغانستان چند نوع انرژی داره، از اون انرژی ها به چه شکل هاش میشه استفاده کنیم. تنها انرژی بادی افغانستان را مطالعه کنیم سر یک مبحث کلان است. نه آفتاب زیادتر از 300 روز آفتابی داره افغانستان، انرژی آفتابیش مثلا انرژی آبیش سرینم مبحث ها بحث کرده میره و از اینمیا بحث میکنه و مطالعه میکنه و تحقیق میکنه و تا بال فکر میکنم که یک چند دور فارغ داده نو جور شده این دیپارتمنت، سابق نبوده. دیپارتمنت مکانیک دارین. مکانیک چی کار میکنه؟ مکانیک امروز این ماشینا سر کار داره. همین ماشینایی که ما شما داریم موتور در داخلش ماشین داره و ماشین هم مستریا جور نکردن، در اصل یک انجینیر جور کرده. فابریکه دارین، در فابریکه ماشینالات است، او را کی جور میکنه؟ انجینیر. کدام انجینیر؟ انجینیر مکانیک. ماشین طیاره است، انجینیر جورش میکنه، انجینیر مکانیک. این وظیفه انجینری مکانیک است. باز یک تا دیگه داریم به نام توسعه شهری. او چی کار میکنه؟
مهندسی که بود سر نقشه خانه کار میکرد که این خانه نقشهش چی رقم باشه. توسعه شهری سر نقشه شهر کار میکنن، تی شهر پارکش در کجاش باشه، ساحه تجارتیش در کجاش باشه، ساحه رهایشیش در کجا باشه، راه فاضلابش از کدام طرف بیرون شوه، کانالش در کجا باشه، دریاش در کجا باشه. شهر اگر در آینده بخوایم انکشاف بدیم، طولن انکشاف بدیم، ارزن انکشاف بدیم، اینی کارا را یک انجینیر توسعه شهری میکنه. دیگه کدام بخش؟ حقوق براتون تشریح میکنم. حقوق دو تا دیپارتمنت داره، یکی قضا و سارنوالی است، یکی اداره و دیپلماسی. قضا و سارنوالی را بخونین سارنوال میشین خلاص. سارنوال هم میشناسین؟ سارنوال بسیار یک آدم خوب. و دیپلماسی را بخونین دیپلمات میشین. دیپلمات هم میشناسین؟ قضا و سارنوالی قانون میخوانین، مطلق قانون جزا و قانون مدنی و قانون اساسی، کلی قانونا را میخوانین. اینمی کارتان است. میرین وکیل مدافع میشین، یا در دولت وظیفه میگیرین، از مجرمات تحقیق میکنین و حقیقت پیدا میکنین. اینمی کار یک سارنوال است. سارنوال. و اداره و دیپلماسیش چیست؟ حقوق میخوانین سیاستمدار میشین، حقوق میخوانین دیپلمات میشین، وزیر خارجه میشین، سفیر میشین. او سفیر و وزیر خارجه و دیپلمات اینا مردم ها یادی نیستن. اونا میتونن حقوق میتونه حق یک فرد از یک فرد دیگه بگیره. قضا و سارنوالی. دیپلمات چیکار کنه؟ میتونه حق یک کشور از کشور دیگه بگیره یا از حق یک کشور دفاع کنه. این قسمت سیستمش. دیگه اقتصاد، صحت عامه کم است. صحت عامه طب وقایوی است. طب وقایوی طب است. خب صحت عامه طب است. طب وقایوی چی معنی؟ طب معالجوی، تو که مریض شدی باز به تو دوا میده. طب وقایوی چی کار میکنه؟ نمیمونه که تو مریض شوی. از طب خیر زیاد میرسه به مردم، ولی خرابیش چیست؟ که شما اگر معالجوی بخوانین 7 سال خودش هم میخوانین، از 2 الی 5 سال اگر حساب بگیرین تا 12 سال تخصصش هم میخوانین، باز میشین متخصص. باز اون وقت یک 15-20 هزار ماش می داشته باشین اگر عادی باشین، فوق العاده باشین یک 40-50 هزار ماش می داشته باشین. اما از اون کلا این رشته مثل استوماتولوژی خوب است. اگر چی من یک 3-4 سال پیش توصیه میکردم، ولی هر کوچه را ببینید یک کلیک دندان است. هنوز هم کم است. خب مردم افغانستان زیاد دندانش خراب میشه. اینا بیشوخی میگم، اینا به حفظ الصحه و قدر زیاد توجه ندارن. استوماتولوژی از معالجوی که خوب است. خوبیش چیست؟ در 4 سال شما خلاص میکنین، صاحب کار میشین. ولی معالجوی در 7 سال خب به این صورت کار ندارین. بعد از 7 سال باز تخصص در هر جایی که بگیرین اگر که اورم کامیاب شوین، یک 10,000 ماش میته برتون. اونم جا هستین، شب هم نوکاری دارین، روز هم نوکاری دارین تا که تخصصتون خلاص شود. تخصص خلاص شد باز میشین متخصص. اقتصاد تشریح میکنم. باز بس است که استادم گپ داره، خیلی زیاد شد، بس کن. اقتصاد گوش کن. اداره تشبثات BBA که میگن برش، گوش کن گپ میزنی نه. BBA که میگن برش، BBA تجار شدن، تجارت ها را مدیریت کردن، تشبثات را مدیریت کردن. در افغانستان قانون نیست. در دیگه کشورها کسی که میخواید جواز شرکت تجارتی بگیره او باید اقتصاد خوانده باشه. کسی که رئیس می باشه او باید BBA داشته باشه. میفهمین چی میگم؟ در غیر از او اجازه نیست. ولی اینجا خب هنوز تخصص نیست دیگه، حقش هم از کمی رقم باشه. منیجمنت اداره تشبثات اونم BBA خوبترینش هم است. چرا؟ چون کم کم از کلش میخوانه. کسی که را خوانده باشه ایده بانکداری هم سرش خلاص می باشه، ایده مدیریت هم سرش خلاص می باشه، مدیر شده میتونه. اصلا هم تجارت تک پیش میبره، یک مدیر صحیح پیش میبره. نه مدیریت هم در بخش اقتصاد ملی و ایناش هم کم کم دسترسی می داشته باشه، ولی کم تخصص گرایی باشه، در هیچ کدامش حق نداره کار کنه غیر اون مدیریت. منیجمنت اداره و تشبثات یا BBA کارش چی بود؟ مدیریت در بخش تجارت. امور مالی و بانکی چیست؟ بانک بسیار یک پروسه پیچیده داره. خب ظاهرا در نظر ما هم تا یک چیزی پیسه میگیره پس پیسه میته، ولی بسیار یک سیستم پیچیده داره. کسایی که میخوان در بانک کار کنن و بانکداری رو پیش ببرن، یا رئیس بانک باشن یا مدیر بانک باشن یا کارمند بانک باشن، اونا باید چی خوانده باشن؟ امور مالی و بانکی. یک گپ داره بانکداری، یک گپ داره. اگر یک نفر
یک نفر صحیح بانکدار باشه اونم میتونه تو را از مالیه بخی معاف کنه. همین سیستم کاروبار تو را یک رقم برابر میکنه. همین سیستم مالی تو خود کل کار دولت از طریق بانک نظارت میکنه، تو را از مالیه معاف کنه بدون فساد، مهارت. اونا خلاهای قانون پیدا میکنن، تو را در یک جای برابر میکنن که جریمه و مالیه و اینا کم بیاثرت. ولی اگر از او استفاده نکنین نرمالش بسیار گران شاید بیاثرتان. حالا من نمیگم که شما را تشویق کنم به تخلف، من میگم که اگر کسی در او تخصص داشته باشه بسیار یک آدم مهم میباشه. دیگه چیز اقتصاد ملی. شما شنیدین یک چیز به نام تولید ناخالص داخلی، یک چیز به نام بودجه انکشافی، چیزی به نام بودجه عادی. این همیاره کی بر وزارت مالیه رخ میشناسه؟ نه در این وزارت مالیه کی کار کنه؟ همین بودجه انکشافی و بودجه عادی و بودجه انواع مختلف شک و بودجه سالانه ما شما می داشته باشیم در دولت. امیره کی ترتیب تنظیم کنه؟ این همین نفر ترتیب تنظیم میکنه، کسایی که اقتصاد ملی خواندن.